کسی مزاحمت نشه. همینجا باش، همینجا باش. تو که هنوز داغی. چند ساعت گذشته اما هنوز داغی. اشکال نداره، تو هم سرد میشه. جوون بودی و شانس نداشتی، عمرت به دنیا نبود. اما من فردا به تمام آرزوان میرسم. وقتی تو تحویل بدم به همه چیزایی که میخوام برسم میرسم. زندگی تو اروپا، بهترین زندگی، بهترین ماشین، بهترین خونه و بهترین امکانات از این به بعد برای منه. چون تو گنج منی، تو طلای منی. شبت بخیر. باشو با تو هستم. ها؟ تو کیستی؟ ها؟ کی هستی؟ تو کی هستی؟ من هیچ کس. من همینجا باید یکم استراحت بکنم. همین اینجا استراحت کنی یا آرامش این مردم رو با هم بزنی؟ من کاری به کسی ندارم. اومدم استراحت کنم. تو کیستی؟ ها؟ کیستی؟ خود تولد نکن. تو هیچ وقت نمیتونی به ما نزدیک بشی. با تو هستم. گفتم کی هستی که اومدی اینجا و آرامش این منطقه رو برمی‌داری؟ من یه جنگجو. همین جنگجو؟ چرا با خودت جنگ آوردی؟ جنگ؟ خب هر کسی باشه میجنگه. من دارم میجنگم. همین میجنگی؟ برای چی میجنگی تو؟ برای چی میجنگم؟ خب معلومه برای زندگی بهتر، رفاه بیشتر. رفاه بیشتر؟ نگفتی اونی که پشتت قایم کردی چیه؟ این هیچی مال منه، مال تو نیست. که اینقدر چشمت به دنبالشه. ها؟ این گنج منه. گنج؟ گنج خونالود؟ ها؟ این سر یه آدم. سر یه آدم؟ سر یه آدم؟ تو چی کار میکنه؟ ای بابا سر یه آدم دیگه. میخوام تحویل بدم و جای زندگیم. همین نکنه تو سرشو بردی؟ ها؟ درسته؟ ببین کاری نکن که سر تو. گفتم که بی خود تولد نکن و هیچ وقت نمیتونی به من نزدیک بشی. یادت باشه. اوه میشناختیش؟ تو خیلی گستاخی. من گستاخم یا تو؟ نمیشناختمش. جنگه، کشتم. تو هر جنگی آدم کشته میشه. تو نمیشناختی و سرشو بریدی؟ این کار رو یک حیوان هم نمی کنه. میشناختیش؟ نه نمیشناختم. درست مثل اجداد. کی؟ اجداد خودت رو میشناسی؟ اجداد من؟ میدونستی اجداد تو هم سر بریدن؟ اجداد من؟ بله. و حتی اجداد تو به یه طفل 6 ماه هم رحم نکردن. اجداد من؟ خب اجداد من قوی بودن، بلستان سر ببرن. قوی بودن مثل من. اون کسی که سرشو بریدی میدونستی یه طفل داره؟ تا حالا بخوای با این حرفا چی رو ثابت کنی؟ من احساساتی بکنی؟ ببین اجداد تو هم سر بریدن، اما حتی از گندم ری هم نخورد. اما من میخورم. مطمئن باش من به همه چیزایی که میخوام برسم. فقط کافیه که اینو تحویل بدم. اون وقت به همه چی میرسم. به همه چی.
خب نگفتی چطور سرشو بری؟ خیلی دلت بخواد بدونی آره؟ بگو. سرشو مثل اجدادم آره، مثل عمر سعد، مثل شم، مثل هرمنه، مثل همه اونها من هم سر بریدم. دوست داری بدونی آره؟ الان برات تعریف میکنم. دوست داری بدونی که در صحرای کربلا چه اتفاقی افتاد؟ دوست داری بدونی که حسین ابن علی چگونه کشته شد؟ الان برایت میگویم، شاید درس عبرتی برای تو باشد. آره، اون روز من دیر رسیدم. به بالین حسین من دیر رسیدم. غنایم را برده بود. اشعث بود که رسید بالای سر حسین. انگشتری خوبی توی دستای حسین. آره، رفت بالا سر حسین، انگشتر رو هر کاری کرد در دست حسین خارج بکنه نتونست. هر کاری کرد خارج نمیشد. خنجر رو برداشت و دست حسین رو برید، انگشتر رو برداشت، مثل همون پسر، مثل همون سرباز ایرانی دستشو گرفتم، بستم، انداختمش. حرف بزن، وصیت کن، حرفی داری بزن، کافیه فقط التماس کنی، اون وقت من از کشتن تو میگذرم. التماس کرد، به پام افتاد، گریه کرد، زاری کرد، گفت منو نکش، من جوونم. اما من التماس کن، به پام بیفت، خواهش کن، تمنا کن. حرفی بزن. ما رأیتو الا جمیلا. ما رأیتو الا جمیلا. همه چیزی ندیدم جز زیبایی که یاری. مرد زیباست شاید برای تو، اما من از سر تو لذت میبرم. وصیتی نداری؟ حرفی نداری؟ اگر چیزی داری بگو. ما رأیتو الا جمیلا. ما رأیتو الا جمیلا. حرف بزن، تو جوانی میتونی زندگی بکنی. چرا؟ حرف بزن، وصیت کن. سلام بابا جون. سلام پسر. چند کلمه‌ای هم خواستم با تو حرف بزنم. ببخشید بابا جون که تو سن کودکی بهت کردم رفتم. اگه ما نمیرفتیم برام از ذهنم جسارت میشد. یا خدای ناکرده دوباره همون خرابه‌هایشون به حرم هزاره‌آبادی اتفاق میفته. علی جان بابا، من خیلی دلم میخواد تو این راه روز سفید بشم، تو این راه شهید بشم. خیلی دلم میخواد یه بار قبل از ظهور امام زمان شهید بشم، یه بار بعد از ظهور امام زمان شهید. به خیال خودم میگم این زرنگی دوبار شهید شده برسم. انشاءالله که بتونم این آرزو برسم. اما بازم راضیم رضای خودم. اگه به آرزوم رسیدم شهید شدم که الحمدلله. اگه هم به آرزوم نرسیدم که خب لایق نبودم، شاید سلاح خدا چیز دیگه. علی جان بابا، جامعه خیلی داره روز به روز سخت‌تر میشه. کرونا داره روز به روز رشد میکنه، پیشرفت میکنه. پاک بودن تو این جامعه خیلی سخت‌تر از زمان قبله. هرچه به ظهور امام زمان نزدیک میشیم فتنه‌ها بیشتر میشه، گناه بیشتر میشه، خطاها بیشتر میشه و شیطان قوی‌تر میشه. تو باید خیلی مواظب خودت باشی. نه تنها مواظب خودت باشی، مواظب مامانت هم باشی، مواظب اطرافیانت هم باشی. اسمتو گذاشتم علی که مولاد بشه علی، پیشواد بشه علی، الگوت بشه علی. همیشه از امیرالمومنین الگو بگیری و یه جور علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سربازای امام زمان. پس از همین الان رو خودت کار کن، رو درس خوندنه، رو شغله، رو انتخاب زندگی، رو راه و روشی که میخوای انتخاب کنی، تو انتخاب رفیقا، تو انتخاب اون آینده‌ای که برای خودت در نظر داری.
خلاصه خیلی مواظب خودت باش علی. من همیشه به یادت هستم، همیشه بالا سرت هستم. اگه انشالله شهید شدم همیشه پا به پا تو زندگی دنبالت میام. نمیذارم کم بوده سایه پدرت احساس کنم. اگه هم شهید نشدم که میام پیش خودم باهات هستم تا بزرگ بشم. این چند جمله رو گفتم که اگه یه روزی چشم و گوشت تازه باز شد و صدای باباتو خواسته بشنوی این صوتو داشته باشی. بدون خیلی دوستت دارم، هم تو رو هم مامانت. مواظب خودتون باشید. بعضی وقتا دل کندن از یه سری چیزای خوب باعث میشه یه سری چیزای بهتر رو به دست بیاری. من از تو مامانت دل کندم تا بتونم نوکری از زینب به دست بیارم. آرزو دارم خدا تو این سفر بهم نگاه کنه. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. و سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه. اگه خدا عاشقت بشه خوب تو رو خریدار. مواظب خودتون باشید. و دعا کنید من آرزو. تو آرزوت میرسونه. نگران نباش. حسین ابن علی تشنه کشته شد. اما من نه. من این کارو نمی کنم. من مقداری آب بردم. تشنه یاره؟ تشنه؟ ها تشنه؟ بیا آب. من بیا دستی یه چیز رو نگو. الان فرصت خوبیه. یک بار دیگه، فقط یک بار. اینقدر به این آسمان نگاه نکن. خبری نیست. آخه اونجا مگه تو با کسی وعده و قراری داری؟ بلش کن. بذار یه مقدار این خنجر رو تیزش کنم که زیاد عذاب نبینی، چون من نمیخوام تو عذاب ببینی. آره بذار یک مقدار تیزش کن. نه تیز بشه تو زجر نمیکشی. باید تو زجر بکشیدی. همینطوری بخوای بمیری که فایده نداره که. بذار ثوابش هم بیشتر بشه، مثل حسین ابن علی که در گودال قتلگاه حسین ابن علی را سر بریدند. میدونی بعدش چی شد؟ هر چقدر اسب بود همه را نعل کردند، نعل تازه، و بر تمام جنازه ها تاختند. حیف اینجا اسبی ندارم، مجبورم خودم بستنت بدازم. اما تو را به آرزویت میرسانم که حتما شهادت است و حتما دلت میخواد به حسین ابن علی و یارانش بپیوندی. هیچ مشکلی نداره، هیچ. ببین همان گونه که اجدادم سر حسین ابن علی را از قفا بریدند، منم